سلام به همه همراهان همیشگی خانواده آذرهوم. امروز اومدیم با آموزش کباب مایتابه گیلانی. البته یکی از سبکاییه که من درست میکنم. گوشت چرخ کرده 200 گرم برداشتم. 3 تا پیاز دارم با رنده درشت رنده میزنم دوستان. خوشحالم میکنین منو به دوستانتون معرفی کنین، از من حمایت کنین، سابسکرایب کنین و اون قلب بیرنگ کوچیک و قرمزش کنین. ممنونم که تو کامنت ها همیشه نظراتتون رو بهم میگین. من اینجا یه مقدار آرد گندم اضافه کردم 3 قاشق و یه مقدار پکین پودر اضافه میکنم برای اینکه پف کنه کتلت من. تخم مرغ به اندازه دلخواه 5 تا تخم مرغ بهش اضافه کردم. نمک و فلفل رو بهش اضافه میکنم. زردچوبه نمیزنم بهش چون زردچوبه طعم کتلت منو به تلخی میندازه. خب میبینید دوستان، ورز میدیم. هر چقدر بیشتر ما گوشت چرخ کرده رو ورز بدیم سفت‌تر میشه. سعی کنین ورز بدین. دستای منم تمیزه، خیالتون راحت. بهداشتی میبینین که قشنگ دارم ورز میدم. میتونین به جای آرد گندم آرد نخودچی هم دوستان استفاده کنین، خیلی ترد و خوشمزه تر هم میشه. این البته یکی از سبکای کتلتاییه که من درست میکنم. ایشالا در آینده براتون سبکای دیگه کباب مایتابه هم میذارم. الان اینو هم میتونین با نون بخورین، هم با برنج میتونین بخورین. خیلی هم خوشمزه و به صرفه است. حتی برای اینکه بخواین برای بچهای خوشگل و دلبندتون لقمه بگیرین، یه غذای سالم و مقوی و خوشمزه واقعا دلشون سیر میکنه. سالم و بهداشتی هم هست. میبینین که مواد من غلیظ شده، خودشو گرفته. نگاه کنین. آره دقیقا میخوایم همینجور تقریبا در همین حد غلظتش باشه، نه از این بیشتر. یه مقدار سیب زمینی خلالی خورد میکنم که سرخ کنم. شما میتونین کنارش گوجه هم سرخ کنین، خوشمزه میشه. یا میتونین خام لای ساندویچی بذارین برای بچه هاتون یا خودتون کنار خانواده بخورین برای یه شام خوشمزه و لذیذ. بذارم سیب زمینیام سرخ شه. زردچوبه بهش نمیزنم، بدون زردچوبه خوشمزه تره. بعضی موقع هم میزنم برای اینکه پسر من خیلی خوشش میاد، رنگی میشه. میبینین که کتلت های من قشنگ پف کرده و خیلی شکیل و خوشگل دارن سرخ میشن. اینجا که همسر جان محبت کردم، من سورپرایز کردم. دوستان برای من کباب از بازی خریدن، آورد یه باری وسط بشم غذا درست کردم برای شام. با چشم دل دیدم تو اینو برای من آورد و من سورپرایز کرد. انشالله برای هر برکت باشه، باید بمیرم واسه تو. با این هدف عاشق شدم. بی من نفس بکش ببین که نبض من نمیزنه. من شرط میبندم که تو قلب تو سینه منه. سلامتی تا خوب باشه حالمون. منم توی آغوش تو بین زمین و آسمون. به سلامتی من نوش جونت میکنم از بس که عاشق تو هم